سلام به عزیزای دلم، سلام به بچه ریاضی عزیزم. با قلمچی دو آبان 1404 12 ریاضی در خدمت شما. وقتی pH دو محلول برابر باشه، H مثبتشون برابره. این که میگه به علت قدرت اسیدی بیشتر غلظت یون H مثبت بالاتره، پس باید غلط بگیریم چون H مثبتشون برابره. وقتی pHشون برابره، H مثبتشون برابره، آنیوناشون یعنی آی منفیاشون هم خب برابره. و ثابت یونش ترتیبش رو ما میدونیم. هاشف بین اسید ضعیف به هاشف نیترو بزن فرم استیک بگیره، هاشف از استیک اسید قوی تر. پس الف رو نباید داشته باشه، ب رو باید داشته باشه. اگر غلظت دو اسید برابر باشه درصد یونش نه دیگه، خب این اسید قوی تریه، درصد یونش توی هاش اف بیشتر، تو استیک اسید باید بگی کمتر. اگر غلظت دو اسید برابر باشه در واکنش با فلز منیزیم، محلول هاشف چون هاش مثبت بیشتری میده با شدت بیشتری واکنش خواهد داد. یعنی شما بدون اینکه ت رو بدونید هم به جواب BOT میرسیدیم. بریم سراغ بعدی. میگه 250 میلی لیتر محلول 14 منیزیم کلوید با اینقدر صابون با زنجیره هیدروکربنی سیر شده به طور کامل واکنش میده. شماره اتم های کربن در فرمول صابون رو میخواد. خب بچه‌ها برای موازنه یک به این میدم، یه دونه منیزیم، یه دونه منیزیم، دو تا صابون، دو تا صابون، دو تا انا، دو تا انا. خب منیزیم کلورید رو دارم، این صابون جامد جرم مولیش رو میخوام اول به دست بیارم. حالا جرم مولی آرش هم به دست بیارم، اوکی. مساوی دو تا کسر. این مولاریته داشته 25 صدم لیتر هم حجمش بوده، ضریبش یکه. اینجا 55.6 گرم بوده. جرم مولی حالا صابون رو می نویسم، جرم مولی صابون بعدم مساوی قرار میدم، ضریبش هم 2 بوده. بچه این کلا میشه 1/10 اعشارش رو با این خط میزنم، اینم با این باید ساده کنیم. 556 تقسیم بر 2 باید بشه 2 4 تا. خب اینجا 2 4 تا، ببخشید 2 تا میگم 2 4 تا، 2 تا میشه 4 تا، 15 میاد، 2 هفتا میشه 14 تا، 16 میاد میشه 278. پس اینجا جرم مولی صابونم به دست اومد، جرم مولی صابون شده 278. خب مساوی قرار میدم، یعنی یه آری داشته که آرش هم سیر شده است، COONA باید باشه 278. آر سیر شده رو ما بلدیم، یعنی CnH2n به علاوه 1 COONA باید بشه 278. خب N تو کربن میشه 12N، 2N به علاوه 1 هیدروژن میشه 2N به علاوه 1، این CO2 که میشه 44، NH میشه 23 برابر است با 278. خب بچه اولا 45 رو با 23 جمع میکنم، 45 به علاوه 23 اینجا 8 میاد و اینجا میشه 68. این میشه 68، یه 8 کم میکنم، یه 60 کم میکنم، میشه 210 مساوی است با 14. خب اینجا تقسیم بر 7ش میکنم، 2 تقسیم بر 7 سی ان در میاد 15. فقط من حواسم هست اگر حالا فرمول صابون رو بنویسم C15 های 31 COONA، وقتی که میگه چند تا کربن داره یعنی کلا چند کربن داره، 16 تا کربن داره. چون تو فرمول شیمیاییش 15 تا اینجاست، یه دونه اینجاست، پس گزینه 3 رو میزنم. برم سراغ سوال بعدی. برای افزایش قدرت پاکندگی مواد شوینده با نمک پاک کنندگی فسفات اضافه میکنن. گفته مشابه با عبارت زیر نباشه، این غلط بود. شربت معده و سس مایونز، خب مخلوطات ناهمگن سس مایونز کلویده، این غلطه. میزان چسبندگی روی نخی بیشتره، اینم غلطه. مادر بزرگا میگفتن نخی بخر. ذرات موجود در کلوید اغلب از ذرات موجود در محلول ها بزرگتر و از ذرات سوسپانسیون ها کوچکتر، این درسته ولی این اغلبش یه ذره مشکوکه، نگه میدارم. میزان کف ایجاد شده هنگام شستشو با صابون نمیتواند معیاری برای ارزیابی کارایی صابون در حذف آلاینده باشه. چرا؟ میتواند دیگه، میزان کفش میتونه، پس این غلطه و سش درسته، گزینه متفاوت میشه 3. بریم بعدی. خب میگه این مولکول مربوط به استر ساملی با 3 زنجیر هیدروکربنی رو نشون میده. خب اوکی، بله استر ساملی، این قسمت قطبی مونه، COC 3 تا هم آر داره.
انحلال پذیری اون تو چربی چون مجموعاً ناقطبیه همانند وازلین زیاده و بخش ناقطبی بر قطبی غلبه داره. بله اینم درسته. فرمولش رو میخواد. ببین من فرمولش این تیکش که 36 H5 O6 R3 یکی از این آرا رو بیاین تعیین کنیم. بعد چون آراش عین همه ضرب در 3 میکنم. بچه‌ها 16 تا کربن دارم با یک کربن اینجا 17 تا کربن 32 تا وسط هیدروژن 35. این R3 میشه 30 17 35 3 مرتبه. خب فرمولش اینو دیگه ببندیم یه تیکش کنیم. این همون چربی شتره 3057 110 O6. این همون سوال جزوه خودمونه. این فرمول هم با هم نوشته بودیم. فرمولش این 110 باید باشه. اسید چرب تشکیل دهندش اینجا اگر آب کاف کنیم از اینجا ببریم، خب این تیکه رو بچه‌ها ما داریم دیگه 3017 35 که به یه CO وصله. به CO OH بدیم فرمول اسید چربش در میاد. به CO OH میدم تا فرمول اسید چرب در میاد. 18 تا کربن داره. این 35 رو بعد نوشتم. خب 36 تا هیدروژن داره 2 تا هم اکسیژن داره. این هم درست. دقیقاً خیلی شبیه به جزء بود، فقط عبارت دومش رو تغییر داده بود. چند مورد درسته؟ 3 مورد درسته. این هم از سوال 124 که جواب میشد گزینه 4. بریم سراغ سوال بعدی. در اثر انحلال گاز هیدروژن سیانید با چگالی 5 گرم بر لیتر در آب و افزودن آب به آن حجم محلول رو به 600 میلی لیتر میرسیم. در نتیجه درجه یونش محلول هیدروسیانیک اسید برابر با اینقدر میشه. بعد میگه که اگر که اینقدر باشه حجم گاز هیدروژن سیانید اولیه وارد شده چقدر؟ بچه‌ها سوال چگالی گاز ما میدونستیم که روی میشه جرم. اینو اگر تقسیم بر جرم مولی کنیم میشه مول. اینو خواستم که یادآوری بشه که این تیکه رو داشته باش. حالا بریم اول. هیدروژن سیانید یه اسیدیه که بچه‌ها اسید ضعیف. H مثبت CN منفی M صفر صفر منهای XXX M منهای XXX. ما گفته بودیم که وقتی که هم درجه یونش دارین و هم کا دارین بیاین X و M رو بر حسب هم بنویسیم. عددمو یه ذره بهتر کنم. آلفا رو این شکلی هم میشه نوشت 25 ضرب در 10⁻6. M رو ضرب کنم هیچ فرقی نمیکنه. پس X هم برابر میشه با 25 ضرب در 10⁻6 M. X رو بر حسب M نوشتم. خب اینجا میشه گذاشت 25 ضرب در 10⁻6 M. اینجا هم میشه گذاشت 25 ضرب در 10⁻6 M. گفته بودم که وقتی هم کا میده هم آلفا بیایم X و M رو بر حسب هم بنویسیم. حالا میتونم دیگه جاگذاری کنم. با توجه به اینکه کاش خیلی کوچیکه از X پایین میشه صرف نظر کرد و این شکلی نوشتش. قبوله؟ از X پایین صرف نظر میکنم. کام بوده 5 ضرب در 10⁻10 مساوی است با جای X ها اون 25 ضرب در 10⁻6 M ضرب در 25 ضرب در 10⁻6 M میذارم. یه M هم که تو مخرج. خب عشقی این M که با این M میره. قبوله؟ اینجا 10⁻2 میمونه که من به عنوان یه 100 پایین می‌نویسمش. بعد این با این میره 4. بعد اینم که با این بره 5. M در میاد 4 میاد بالا 5 میاد پایین 4 پنجم یا 8 M در اومد. خب این از M. حالا بچه ما از M باید به مول برسیم تا بتونیم این حجم گازه رو پیدا کنیم. از M باید به مول برسیم، از مول هم به حجم گازمون برسیم. یه همه چی اومده با هم ترکیب کرد. مولاریته 8 مولار بوده. اون مقداری که حل کردیم میشه مول به حجم در اختیاری که بوده 6 لیتر. ضرب میکنم میشه 48 مول مساوی است با چگالی ضرب در حجم به روی جرم مولی های جرم مولی H و C و N رو جمع کنیم میشه 27. اینجا هم چگالی رو میتونم بذارم چقدر؟ میتونم چگالی رو بذارم 5. حالا حجم گاز هیدروژن رو پرسید. من اول بر حسب لیتر به دست میارم ضرب در 1000ش میکنم. بچه‌ها جواب نهایی این ویه که قراره ما به دست بیاریم بذار با مشکی بنویسم. ویمون میشه 27 ضرب در 48 صدم تقسیم بر 5 ضرب در 2/2 میکنم. این پایین 10 میشه. اینجا ضرب در 2 هم میشه 54.
4 8 میشه 32 تا. یکانمون باید 2 باشه. تنها گزینه که یکانش 2 گزینه یکمونه. در واقع عددی که در نهایت حاصل میشه 2,592,000 لیتر که اینو میشه نوشت 2592 میلی لیتر. من اول اینو یه ذره بیارم اینورتر بنویسم. ویه رو می نویسم 2,592 لیتر که اینجا بچه ها وقتی خواستم بخونن کامل متوجه داستان بشن. یادآوری هم میکنم که چون هم کا داشته هم آلفا، گفته بودم که آقا x را بر حسب m بنویس. سر کلاس حلش کردیم. سوال خیلی سوال قشنگی بود. من این سوال رو دوست داشتم ولی سوال دشواری بود. بریم سراغ بعدی. این شکل واکنش دو قطعه نوار منیزیم با محلول دو اسید متفاوت با غلظت برابر و دمای یکسان رو نشون میده. بچه این سوال رو گفتیم به 90% آزمون رسیدیم. ما بعداً تدریس میشه. این سوال هنوز به شما درس داده نشده بوده. این سوال بعداً تدریس میشه. ولی حالا بعداً که خواستیم بخونیدش این شکلیه. دو اسید با غلظت یکسانن. این وقتی کفالودتره یعنی هاش مثبت بیشتری داده که آقا هاش مثبت بیشتری داده، سرعت تولید گاز هیدروژن درش بیشتره. بنابراین وقتی گفته دو تا اسید با غلظت یکسان بودن، اینو بذاریم هاش بی، اینو بذاریم هاش آ، اینو میذارم هاش بی، اینو میذارم هاش آ. غلظت اولیه جفتشون برابر بوده، یعنی هر چقدر که این یارو بوده این هم خب همونقدر بوده. ولی هاش بی هاش مثبت بیشتری داده. مثلا هاش بی بیشتر جر خورده، هاش بی انقدر جر خورده، انقدرش دست نخورده باقی مونده. انقدر مثلا هاش مثبت انقدر بی منفی داده. هاش های کمتر جر خورده، هاش مثبت کمتری داده، انقدرش دست نخورده باقی مونده. یه ذره مثلا هاش مثبت داده، یه ذره هم آی منفی، یه ذره هاش مثبت، یه ذره آی منفی. چون این بیشتر جر خورده اسید قوی تری هم هست. سرعت واکنش در محلول ب بیشتر است زیرا در واحد زمان گاز بیشتری در آن تولید میشه. بله سرعت تولید گاز هیدروژن اینجا بیشتر بوده. بنابراین بچه‌ها 126 یکش درست. غلظت یون هیدرونیوم تو محلول ب، هیدرونیوم اینجا نسبت به اینجا بیشتره. بله بیشتره زیرا سرعت واکنش بیشتره. ثابت یونش این اسید قوی تره، خب این اسید ضعیف تره. بله ثابت یونش کمتری داره، کمتر جر خورده. پس از پایان واکنش جرم گاز هیدروژن. بچه‌ها مقدار گاز هیدروژن به ام اولیه بستگی داره، به مولاریته اولیه بستگی داره. ام اولیه حالا کامل ترش بذاریم دقیق تر بنویسیم. حالا به مول اولیه بستگی دارد. مول اولیه بستگی دارد. حالا بچه ها ببین مولاریته اولیه اینا برابر بوده. مثلا 1 مولار بوده این، مثلا اینم 1 مولار بوده. حجم این محلول هم یکیه. خب مول اولیه جفتشون میشه 1 ضرب در وی، 1 ضرب در وی. چون مولشون برابره، مول اولیه برابری دارن، مقدار گاز هیدروژن که تولید میکنن باید برابر باشه. یعنی هم اسید هاش آ هم اسید هاش بی یه ویم مول بودن، پس مقدار گاز هیدروژنی که تولید میکنن باید برابر باشه. پس چارش میشه غلط. جرم گاز هیدروژن به مول اولیه بستگی داره. اینو سر کلاس خیلی کامل تر از این سوال بحث میکنه. میگه مجموع غلظت یونه حاصل از حل شدن اسید ضعیف H در دم اتاق در مقدار یا پس از برقراری تعادل برابر با اینقدر جرم H حل شده چقدر. خیلی سوال ساده ای داده، دمش هم گرم. H به طور تعادلی داره میشه H مثبت x منفی m صفر صفر منهای x m منهای x. مجموع غلظت یون ها رو به ما داده. بچه مجموع غلظت یون ها رو ما سر کلاس دیدیم، میشد 2x. 2x رو به من داده چقدر؟ 48 با 3 رقم هست، یعنی 48,000. پس x هم میشه 24,000. پس من x رو دارم 24,000، x هم دارم 24,000. حالا وقتی جرم هاش x حل شده رو پرسیده، حل شده میشد کدوم ردیف؟ حل شده میشد این ردیف اول، یعنی این ام رو باید به دست بیارم. یک کای آلفا چیزی باید داده باشه. خب با توجه به اینکه این کاکای کوچیکیه از x پایین صرف نظر میکنم. کای آ کوچیکتر مساوی 10 به تبع منفی 4 و از کامون میتونیم x رو به دست بیاریم. 24,000 ضرب در 24,000 اینجا صرف نظر کردیم از پایین، این هم بذاریم که آقا 2 ضرب در 10 به تبع منفی 4. امو میخوام به دست بیارم. این که با
6 رقم اعشار این بره 2 رقم اعشار اینجا میمونه، این 2 هم با یکی از این 2 بره میشه بچه 12 ضرب در 24 10 تا میشه 288. خب این ام اون میشه، ام اون میشه 2.88. حالا ضرب در حجمش کنیم میشه مول دیگه، مولاریته اینجا می‌نویسیم مول و حجم در اختیار. اینو ما داریم چقدر 2 لیتر، اینم که بود 2.88 ضرب در دوش میکنم میشه 576 یا 5.76 5.76 دست 5.76 مول. حالا مول هم که برابر جرم به جرم مولی، اینجا 5 میذارم. میخوام عددم حساب بشه بچه‌ها، چطوری حسابش کنیم؟ بذار رنگمو یه ذره بهتر کنم. این شکلی حسابش میکنم. من اعشار اینو میذارم پایین انقدر، این که با این ساده میشه 576 به 2 جرمم در میاد تقریبا عدد، حالا ما به دست آوردیم 288. نزدیکترین گزینه به 288 کدوم گزینه است؟ گزینه 2. حالا این احتمالاً از x پایین صرف نظر نکرده، ما صرف نظر کردیم، جرممون هم درست در اومد 288 که نزدیکترین گزینه 2. خب میگه کدام گزینه در رابطه با هسته ضعیف هاشا به درستی بیان شده. میگه در محلول حاصل از انحلال مقداری از این اسید در آب pH قطعا کوچکتر از 7 خواهد بود. بچه گزاره اولش این سوال حذف از دیدگاه من، سوال حذف، زیرا گزاره اول آن خارج از کتاب است. منم اصلا بهش نمیپردازم که مغزتون رو خراب نکنه، این چرت است. حالا آلفا در محلولی از این اسید برابر 2 دهم باشه، با رقیق کردن در همین دهم آلفا بزرگتر میشه. ام با آلفا رابطه عکس داره، اینو حالا جلسه بعدیمون بیشتر میخونیمش، مسئله ازش حل میکنیم. وقتی که ما داریم غلظت رو کم میکنیم آلفا زیاد میشه. بنابراین 128 عبارت دومش به درستی بیان شده. ولی خب سوال بدیه دیگه، یعنی چرا آخه؟ یعنی من نمیفهمم. بعد نموداری که خودشم حالا نمیدونم، ولی سوال بدیه. ولی الان عبارتی که درسته عبارت 2. اگه آ هالوژن دوره 4 باشه هاش بیار در محلولی که خب اوکی هاش بیار در محلولی که هاش انقدر پاش انقدر. خب داستان اینه که اینجا گفته اسید ضعیف، این اگر هالوژن دوره 4 باشه هاش بیار، این میشه اسید قوی. اسید قوی که نمیتونه اسید ضعیف باشه. برای اصلا خنثی کردن این جزء محدوده آزمون نبوده. این چه سوالی آخه؟ واقعا گوسفند کتاب بود، وردار صفحه 28 رو نگاه کن. مگه خنثی کردن درس داده شده؟ خنثی کردن مال صفحه 29 32. من نمیدونم اون کسی که اینو طرح میکرده که هیچی، معلوم الحاله. ولی اون کسی که اینو ویراستاری میکرده چی؟ میلی لیتر آب باید بهش بیافزاییم. بچه‌ها درصد یونشو همون درجه یونشش هرچی که هست میخوایم 3 برابر کنیم. یعنی اگر حالا آلفا بوده میخوایم بکنیم این 3 آلفا، حالا عددم میشه گذاشت، بذار عدد خودشو بذارم نگید چرا اینطور. رابطه ام با آلفا وقتی به ما سوال میدن، ما میایم میگیم که آقا با کای آ ثابت حلش میکنیم و با رابطه کای آ ام آلفا 2 به روی 1 منه آلفا حلش میکنیم. و با توجه به اینکه این کوچولوه میتونم از مخرجم صرف نظر کنم، بگم آقا کای آ تقریبا ام آلفا 2. بچه رابطه ام با آلفا خیلی هم سوال داشت، 2 تا سوال داشت. این رو در انتهای فصل با هم میخونیم، در انتهای فصل میخوانیم، حالا میبینیدش جلوتر. یعنی همین جلسه که میایم با هم سوالش رو حل میکنیم. ببین خب یه محلول غلیظ دارم، M1 غلظت اون غلیظه است و حجمش هم V1 200 میلی لیتر. میگه به این آب اضافه میکنیم تا یه محلول رقیقی به دست بیاد. M2 محلول رقیقمه و V2 هم که حالا نمیدونیم چقدره. این هست. من اول میگم آقا کای آی که برای محلول غلیظ داریم
با Ka محلول رقیق باید برابر باشه. چرا؟ چون توی این سوال افزودن آب دما ثابته. این دوتا رو باید با هم برابر بذاریم. خب وقتی هم که رابطه ام با آلفا میخواستیم بنویسیم، ام آلفا 2 مینویسیم. یا ام آلفا 2 محلول غلیظ ام 1 ضرب در آلفای محلول غلیظ اولیه 2/10 بوده. حالا 2/10 تقسیم بر 100 این میشه درجه یونش به توان 2 مساوی است با M2. بعد اینجا میخوایم بکنیمش 6 به روی 100 توان 2. بچه داخل پرانتز با هم ساده میشه چون توانشون مشترک. تقسیم بر 2/10 تقسیم بر 2/10 یعنی در واقع 1 به توان 2 که همون M1. بعد M2 اونم 3 به توان 2 میشه 9. میشه 9 M2. حله. پس اینو اگر M2 بگیرم M1 هم 9 M2. حالا میتونم یه M1 V1 M2 V2 براش بزنم و تمام. M1 V1 مساوی است با M2 V2. این بود 9 M2 غلظت M1 حجمش هم که 200 میلی لیتره. M2 هم همون M2 میذارم و حجم V2 رو میخوام. M که با هم میرم بچه. این M با این M رفت. میشه 9 تا 200 میلی لیتر میشه 1800 میلی لیتر. عجله نکن. این V2 شده 1800 میلی لیتر آب رو میخواد. ببین این 200 بوده چقدر آب بریزم روش بشه 1800. 1600 تا آب باید بریزی روش بشه 1800. پس جواب میشد گزینه 3. خیلی سوال بهتری میتونیم بدیم واقعا. چرت زیاد داشت. اغلب دارا ترکیب شیمیایی با خاصیت اسیدی یا بازی هن. این که درسته. تعداد مولهای یونهای حاصل از 1 مول N2O5 در آب با تعداد مولهای حاصل از 1 مول K2O در آب درسته. وایسی حالا فعلا بقیه‌شو بخونیم. شیمیدانا مدت‌ها پیش از آنکه ویژگی‌های اسید و باز شناخته شود با ساختار آشنا بودن. نه دیگه. بعد از اینکه یعنی در واقع پیش از اینکه ویژگی باز ساختار آشنا بودن نه. برعکس نوشته. جای این دوتا جابجاه. پیش از آنکه با ساختار آشنا بشن با ویژگی آشنا بودن. میدونستن اسیدا ترش بازا تلخه. آرنیوس نخستین کس بود. اینم بچه 4 تا یوم میداد. اینم 4 تا یوم میداد. دیگه من حالا بحثشون تکراریه دیگه خیلی بازش نمی‌کنم. زودتر بریم سراغ سوال پای. باور داشت با بررسی تعداد و جایگاه خطوط طیف نشخطی میتوان اطلاعات با ارزشی درباره اتم هیدروژن درباره همه اتمی که صحبت نمیکرد. بنابراین الف رو باید داشته باشه. یکی از راه تعیین آرایش الکترونی برانگیخته کردن اتم و بررسی پرتای گسیل شده است. این درسته. الکترون در هر لایه‌ای باشد در همه نقاط پیرامون هسته احتمال حضور دارد و احتمال حضور آن در همه نقاط یکسان غلط. در بخش پررنگ بیشتره. انرژی لایه و تفاوتش تو عناصر گوناگون متفاوته. بله اینم که اوکی. بریم بعدی. خب بریم سراغ 132. پدیده کوانتومی در مقیاس ماکروسکوپی یعنی از دور که نگاه میکنیم خب با الگوی شکل 1 قابل مشاهده نیست. در مقیاس میکروسکوپی باید بری از نزدیک نگاه کنی ببینی واقعیتش چی بوده آجی. پس الف غلط هر کی الف رو داره خط. یه الان از اولیش. بعد بریم من در شکل 2 هر میزان انرژی را برای افزایش ارتفاع مصرف کرد. بله این مدل پیوسته است. هر مقداری از انرژی رو میشه در نظر گرفت. این یکی هم گسسته یا کوانتومی بود. کوانتومی. خب این درست. اگر انرژی الکترون برای رسیدن به لایه بالاتر در الگوی شکل 1 کافی نباشد میتواند در فضای بین دو لایه شناور بمونه. نه میگفتیم آقا وقتی اختلاف انرژی بین دو لایه 20 جوله 20 جول بدی قبول میکنه میره بالا 20 جول پس میده میاد پایین. ولی 21 رو قبول نمیکنه 19 رو قبول نمیکنه. یعنی وقتی انرژی کمتر بدی اصلا قبولش نمیکنه. پس به هم غلطه. جواب میشه گزینه 2. بور سطوح انرژی الکترون را گسسته میداند که با شکل 1 مطابقت دارد. درست. همه اتمایی که در لایه ظرفیت خود 8 الکترون دارن پایدار بوده. این سوال جزوه‌مونه دیگه. من Fe26 رو مثال میزنم که آقا 8 تاییه اما ناپایدار. اما
ناپایدار، یون 2 بار مثبت 3 بار مثبت. همه فلزات بابا این که خیلی غلطه، کاتیون برلیوم کاتیون تشکیل نمیده. همه سیلای حاوی الکترون که در آرش الکترونی فشرده یک عنصر پس از گاز نجیب جزء لایه ظرفیت، این که خیلی چرته. بیا مثلا با همین گالیوم ردش کنم، گالیوم 31 آرگون 18 4s20 تا 3d10c تا 4p1، این لایه ظرفیتش. این اصلا در واقع گزاره جزوه هم بوده که هر آنچه که پس از گاز نجیب می نویسین در واقع لایه ظرفیت به حساب نمیاد. در میان عناصر گروه های 2 تا 12 دوره چهارم در جهت تناوبی 9 عنصر دارای زیرلایه 2 الکترونی در لایه ظرفیتشون هستن. بله، یکیش خود کلسیومه که 4s2 رو داره و 8 عنصر واسطه بجز کروم و مس. پس یه عنصر اینجاست، 8 اینجاست، در مجموع میشه 9 عنصر. دیده بودیمش سر کلاس. زیر تراز از کجا آوردی؟ تراز از کجا آوردی؟ کلمه نظام قدیم چرا به کار میبری؟ آقا نمیتونین سوال ننویسی. یعنی آزمون ریاضی من آسی کرده امروز. هر چقدر تجربی خوب بود ریاضی بده. نمیدونم این واژه رو از کجاتون در میاری. طول موج نور جذب شده در انتقال دیدی داره میاد پایین، جذب نمیشه که، آزاد میشه. ولی اگر آزاد شده در نظر بگیریم، چون اختلاف لایه‌اش بیشتره، انرژیش بیشتره، طول موجش کمتر، باید آزاد میگفت. فقط انتقال عادی برای اتم هیدروژن برانگیخته رخ میده. چی گفته؟ 5/3 میاد، 6/5 هم میاد فرو سرخ میده. این دیگه چه چرتی بود؟ یه چه کنم. به هنگام عبور از منشور مقایسه طول موج نورهای حاصل از انتقالهای آ و دی به صورت، یعنی چی؟ به هنگام عبور از منشور مقایسه طول موج نورهای حاصل از انتقال آ و دی. آ که سرخه، دی بنفشه. من نمیفهمم منظور تو. مثلا هنگام عبور از منشور کی از منشور عبور کنه؟ انحرافش رو داری میپرسی؟ طول موجش رو داری میپرسی؟ نمیدونم. ولی هرچی که هست طول موج آب سرخ. عدد بذار بهت بگم، عدد این 656 نانومتره. اگه عدد میخوایی 410 نانومتر. بله مثلا آ از دی بیشتر باید باشه. حالا نمیدونم، در این صورت من 3 رو میزنم، یعنی جواب گزینه‌ای که میدم 3 رو میدم. انتقال آ پرتو سرخ ایجاد میکنه. بله اوکی. ولی چرت میگی، یعنی مثلا نمیدونم که چی. سوال کلمه نظام قدیم چی به یادم. اگر شمار الکترون سپی عنصر X با شمار سدی عنصر Y برابر باشه، کدام مطلب به یقین درسته؟ میگه X به دوره سوم تعلق داره و Y به دوره چهارم تعلق داره. خب اگر X فسفر باشه، اگه فسفر باشه که میشه سپیسه، اون یکی هم باید بشه سدیسه. سدیسه میشه وانادیوم 23. عدد اتمی Y با نخستین عنصر ساختگی در واکنشگاه هسته‌ای تکنسیوم 43 20 واحد اختلاف خواهد داشت. اگر X کلور باشه میشه سپی5. بعد اون یکی میشه سدی5. دو حالت داریم، هم میتونه کروم 24 باشه، هم میتونه منگنز 25 باشه. Y فلزی واسطه است که اختلاف عدد اتمی هم با عنصر X برابر 8 7 یا 8 دیگه. ببین اگه اینو بگیرم یا اینو بگیرم، مثلا اگه 24 رو بگیرم میشه 7، اگر 25 رو بگیرم میشه 8. 7 یا 8. اگر Y اسکاندیوم باشه یعنی سدی 1 باشه، اون یکی میشه سپی 1، اون یکی میشه آلومینیوم. اتم X تمایل داره با از دستن 3 الکترون با آرش گاز نجیب پیش از خود برسه. درست. اگه Y آهن باشه میشه سد6، Fe26 میشه سپ6. این دیگه میشه بچه آرگون. آرگون گاز بیرنگ، اصلا واکنش هم نمیده. پس 125 135 3 درست. چشام ضعیف شد. طبق قاعده آفا اصلا از این مثل از قاعده آفا پیروی نمیکنه که یک جواب سر 2 9 جمع کن گروهش در میاد 11 دوره 4 یه زیلای نیمه پر 4 1 3 10
اسش نیمه پره دیگه. مجموع اعداد کوانتومی فرعی زیرلایه‌ای که توسط الکترون پر شدن برابر 4. این سوال قشنگه، می نویسمش 1s2 2 p 6 3s2 3 p 6 4s1 و 3d 10. بچه چون میگه زیرلایه ها تعداد الکترون مهم نیست، تعداد الکترون مهم نیست. این 0 0 1 0 1 2 0 جمعش 4. تفاوت عدد اتمیان با نخستین عنصر دور سوم سدیم 11 برابر عدد اتمی آرگونه. اینم که اوکی. بریم بعدی. آرایش گونه ای از عنصر به 3p6. خب اوکی. 3p6 گونه ای از عنصر X اتم خنثی یا یون پایدار. اگر اتم باشه که اینو دیدیم سر کلاس آرگون 18. اگه بخوام کاتیون بگیرم، کاتیونه جلوتر از اون میتونه پتاسیم 19 1 بار مثبت، کلسیم 22 بار مثبت و اسکاندیوم 21 3 بار مثبت و آنیون های قبل اون رو اگر بخوایم بگیریم میتونه کلور 17 منفی، گوگرد 16 2 منفی و فسفر 15 3 منفی باشه. خب حالا گفته که چند مورد از موارد زیر در مورد عنصر X در حالت خنثی میتونه درست باشه. مثلا اگه عنصر X بچه‌ها این کلوره باشه میتونه مولکول 2 اتمی داشته باشه، مثلا Cl2. ولی یه ذره ادبیاتش بده. در مورد عنصر X به حالت خنثی یعنی چی آخه؟ این چه ادبیاتیه؟ ادبیات سوال گنگ و بد و این یعنی واقعا دفترچه ریدمال ریاضی حد نداشته توی این آزمون. واقعا تا میتونستن کم نذاشتم، واقعا به معنی واقعی ریدن. عنصر X در لایه ظرفیت خود 8 الکترون داشته و تمایلی به انجام واکنش شیمیایی ندارد. بچه ها این اگر آرگون بگیریم، این که بگیم تمایلی به انجام واکنش شیمیایی نداره غلطه. واکنش پذیری ناچیزه، نه اینکه نداره. متن کتاب تو فصل 2 ناچیز است، نه اینکه ندارد، نه اینکه ندارد. پس کلید این سوال بعد تا سوال غلط حل کرده، طراح سوال را غلط زده. فاجعه در آرایش یعنی ادبیات سوال که خیلی بده، اصلا نمیدونم چی میگم. در آرایش الکترون نقطه اتم X شامل الکترون تک و جفت الکترون ها با هم برابر، مثلا چه میدونم تو گوگرد میشه اینطوری گرفت، جفتامون با تکام برابر باشه. تمامی عناصر ممکن با این مشخصات توی دورن، یه سرش دوره چهارم یه سرش دوره سوم، اینم غلط. طراح سوال رو غلط زده. به نظر من جواب این گزینه میشه 137. جواب درستش اینه، طراح غلط زده. بنده خدا حالا یاد میگیره دیگه. شمار الکترون ها با یک در اتم عنصر با نماد فرضی برابر 17. اوکی، این فکر کنم بروم 35. خب یعنی SPDF که بنویسم الا به ترتیب 0 1 2 3 پیا رو باید بشم. 2 پشیش رو باید داشته باشه، 3 پشیش رو داشته باشه، شد 12 4 پی 5 میشه بروم 35 آرایش بنویسیم. 4 اس 20 تا 3 دی 10 30 تا 4 پی 5 35. خب میگه که همه عبارت زیر درسته بجز ساختار الکترون نقطه آ با ساختار بله هم گروه دیگه. شمار الکترون های L0 در اتم عنصر آ 8 است. با شمار این الکترون ها در اتم 16 عنصر هم دوره خودش یکسانه. بچه ها نها کنید، حالا میخوایم 4s2 باشن. 4s2 تو دوره چهارم وقتی از هم بپرسن ما اینو بلدیم 15 عنصر. خب با شمار الکترون در اتم 16 عنصر هم داره خودش، این بعد میگفت 14 عنصر هم داره خودش، چون یکیش که خودشه. خب 14 تا دیگه است. اتم عنصر آ دارای 3 لایه پر شده است، بر لایه چهارمش پر نیست. با گرفتن یک الکترون با آرایش گاز نجیب کریپتون میرسه. فرمولش با منیزیم MA2، منیزیم 2 بار مثبت، آ 1 بار منفیه، میشه MA2 همون 2. همین با سوال ادبیات سوال خیلی بده.
آرایش الکترونی اتم عنصر آ به 3p5. خب این کلور 17 دیگه، به 3p5 1 s2 s2 p 6 3 s2 میشه 12 3p5 میشه 17 و خب وایس 3p5 x دو بار مثبت به 2p6. بعدش باید بچه ها طبق آفا، خب این من این شکلی بگم، این 2p6 خط شده، طبق آفا باید بهش الکترون برگردونیم، چون به پی خط شده میشه 2p6 3 هم میشه منیزیم 12. x فلز اصلی از گروه 2 منیزیم 12 دیگه. بعد تفاوت عدد اتمی عنصر آ و x برابر 8 برابر 5. اینم غلط. ترکیب این دو عنصر به این صورت میتونه وجود داشته باشه: x با 2 بار مثبت 1 بار منفی. بله. عنصر آن نافلزی همگروه با دی35 و همدوره با عنصر ایست. بله پیوتش درست. 4. بریم سراغ آخری. اگر آرایش الکترون نقطه یک اتم یک عنصر اصلی داره یک الکترون منفرد باشد، این عنصر به یقین در گروه یک جای دارد. نه لزوما، خب خیلی مثلا خود هیدروژن اینو رد میکنه، هیدروژن گروه یک نیست. خود مثلا چه میدونم فلور اینو رد میکنه، گروه یک نیست. خیلی غلط، به یقینش که واقعا فاجعه است. سدیم کلورید همون نمک خوراکی کاتیون آنیون ها با آرایش گاز نجیبی یکسان نمیرسن. مثلا سدیم 11 داشتیم یه عبارتشون به نئون 10 میرسه، Cl 17 یک بار منفی به آرگون 18 میرسه. ترکیب یونی دوتایی حاصل از عناصر دوره دوم برابر 3 این طولانیه. تفاوت عدد اتمی نیتروژن با اولین عنصر دوره سوم که توانایی گرفتن و به اشتراک گذاشتن داره فسفر، چون سیلیسیوم که نمیتونه، برابر با خب اینجا باید بگه 8. اینم غلطه، پس جواب گزینه 3. بچه‌ها یونای دوره دوم Li مثبت رو داریم. خب برلیوم یون تشکیل نمیده، بور یون تشکیل نمیده، کربن یون تشکیل نمیده تا میرسیم به نیتروژن 7 3 منفی، اکسیژن 8 2 منفی و F 9 1 منفی. یه بار لیتیوم با این، یه بار لیتیوم با این، یه بار لیتیوم با این، 3 تا ترکیب میتونه ایجاد کنه. خب این سوال قشنگی بود. ای بابا قاطی کردین. کن دیگه. یکی میتونه Li3N رو بده، Li2O رو بده و LiF رو بده. 3 مدل ترکیب دوتایی از دو نوع عنصر. خیلی آزمون ریاضی بد بود. امیدوارم که گزینشگر ریاضی در آزمون‌های بعدی جبران بکنه.